السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، من از شما خواهش دارم که امین سیره پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گوش دهید. خیلی کم اهمیت می دهید و خیلی کم گوش می دهید به سیرت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، که سیرت پیغمبر هم عبارت از چی است؟ عبارت از عقیده است، عبارت از حیات و زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حیات و زندگی صحابگان است، پند و نصیحت است. برای همین برادرای گرامی گوش دهید، بهره برید، از سیرت پیغمبرتان بهره مند شوید، بفهمید کی بود، چه خیل زندگی میکرد، شناسایی به او چه خیل میشود به خواندن سیرتش. وقتی که چه قدری که درباره او خواندی، به پیغمبر نزدیک میشوی، میشناسی پیغمبر، هم قدر دوست میداری پیغمبر. چگونه صحابگان و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در راه الله دریغ نمی داشتند جان خود را. برای همین برادرای گرامی گوش کنید سیره پیغمبر که جوانمردی را از صحابگان از پیغمبر یاد گیرید، جوانمردی را پس ترک کنید، خواری و پستی را و چنگ زنید به عزتمندی. مسلمان باید عزت نفس داشته باشد، مسلمان باید عزتمندی و جوانمردی داشته باشد، جسور و دلیر باشد. جسوری دلیری جوانمردی را از کجا میگیرد؟ از پیغمبر و از صحابگان. آنها برای ما نمونه هستند برادرای گرامی. برای همین گوش دهید و سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که عقیدت را درست کنید، که جوانمردی را یاد گیرید. هر قصه بافته و هر قصه دروغ هزارا و ده هزارا و صد هزارا مردم گوش میکنند که یگان فایده نمیبرد برادران گرامی. برای همین نصیحت من برای شما که گوش دید، از همه کم سیره پیغمبر گوش میدید. یا که من نمیفهم گپ ترجمه ای که من میکنم برای شما ترجمه فهمانه است برای شما، من نمیفهمم. در مسئله همین درس من سوال دادم سیره، خیلی کمی مردم جواب میتید سوالا را. برای همین برادران گرامی از شما خواهش گوش دید، برای فایده خودتون نه برای فایده من. پخش کنید، گسترش دید درس که دیگران گوش کنند، بهره برند، از دین اسلام خود، از پیغمبر خود بشناسند.